خب دوستان عزیز، همونطور که توی ویدیو مشاهده میکنید ویدیوی امروزمون مربوط به گیره ها هستن. توی حوزه تعمیرات تلفن همراه گیره خیلی میتونه مهم باشه دوستان. ما گیره متفاوتی رو توی این تصویر براتون به نمایش گذاشتیم که توضیحات کوچولی رو من خدمتتون میدم. گیره اول ما برند سانشاین هست که گیره فوق العاده با کیفیت خوبی هست که شما میتونید به وسیله این گیره در واقع بوردهای معمولا بیشتر برای آیفون استفاده میشه، ولی خب بوردهای حساس رو شما میتونید به راحتی توی این گیره قرار بدین. ضمن اینکه تعمیرات اثر انگشت یا فینگرپرینت ها رو میتونید انجام بدین. جا برای اصطلاحاً گذاشتن آیسی، جا برای آیسی متفاوت با سایزهای متفاوت هم وجود داره و ضمن اینکه این گیره دو طرفه است، یعنی شما میتونید یک در واقع بوردی رو از این ور قرار بدین، یه بورد رو هم از این ور، یا به هر حال میتونید هر دو تا گیره رو برای یه بورد استفاده کنید. این گیره بسیار با کیفیت است و شما میتونید توی آدرسی رو که همکارا براتون میذارن توی فروشگاه و شاپ نوین الکترونیک با قیمت مناسب خرید کنید. گیرهای متفاوت دیگه رو داریم با برندهای دیگه، به عنوان مثال برند معروف کیانلی و محبوب کیانلی توی بازار بسیار با کیفیته و خب شما میتونید از این گیره هم استفاده کنید و این سلیقه‌ای دیگه. معمولا خیلی‌ها این گیره رو میپسندن و خیلی اون گیره سانشاین رو. این هم برای در واقع تعمیر فینگرپرینت، تعمیر فلت ها و میبینید گیره مخصوص رو هم داره. به راحتی میتونید آیسی رو بین این قسمت بذارید و برای پاک کردن چسب و همزمان هم میتونید در واقع دوربین یا حالا آیسی رو که با این سایز هستن رو قرار بدین و بحث پاک کردن چسب و بررسیشون رو میتونید به راحتی انجام بدین. از این گیره هم بگذاریم، میام سراغ گیره محبوب 2UL یا 2UL رو میبینید که بسیار با کیفیت و برای آیسی های پردازنده، آیسی های رم و آیسی چسبی معمولا کاربرد بسیار خوبی داره و برای تعمیرکار حرفه‌ای بسیار ضروری هست. پد مخصوص آیسی رو داریم که در واقع میتونید روی بورد، در واقع اون روی حالا معمولا سطح میز کارتون فیکس کنید و برای تعمیر فینگرپرینت و انواع اقسام آیسی ها با پایه متفاوت ازش استفاده کنید. این هم در نوع خودش با کیفیت و ضروری هست. میریم سراغ گیرهای معمولی که تو بازار زیاد استفاده میشه و خیلی از تعمیرکارا با اونها راحت هستن. گیره سانشاین رو داریم که در واقع نگهدارنده آیسی یا جای آیسی رو هم داره که برند دیگه رو هم داریم که نونیمه و اون هم در نوع خودش با کیفیته. این دو تا گیره هم در واقع گیرهای مقاومی هستن و شما به راحتی میتونید هر جایی که بخواید اون رو پیچ کنید و بورد رو توی گیره اون قرار بدین و به راحتی بحث تعویض قطعاتتون رو انجام بدین. و اما گیرهای دیگه رو هم ما توی این حوزه موبایل داریم. ما یه سری گیره رو داریم برای فیکس کردن تاچ LCD، یعنی شما اگر تاچ LCD رو نصب کردین میتونید علاوه بر اینکه چسب بزنید روی خود تاچ LCD این گیره ها رو هم استفاده کنیم برای فیکس کردن تاچ LCD. به عنوان مثال تاچ LCD رو امروز عوض کردیم، این گیره ها در واقع هولوش تقریبا 2 ساعت روی این دستگاه قرار داشتن و الان میتونیم اینا رو باز کنیم و در واقع از نصب صحیح LCD مون خیالمون راحت بشه. پس شما میتونید از این گیره هم استفاده کنید و برای فیکس کردن تاچ LCD مطمئنا خیلی مفید و کاربردی هستن. خیلی خوشحالم تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.